در آورد داد به مادرش، گفت این افراسیاب به من داده. مادرش انگشترم کرد دستش، به مادرش گفت ما بین من و تو این انگشتر نشانیه. با مادر خدا حافظی کرد و از این بر پیران به افراسیاب گفت تو برو تا من برزور بیارم طاق و نصرت بگو ببندن، یک استقبال گرم و شاهانه ای از برزو بکن. فعلا به قول معروف یه محبتی بهش بکنیم، در باغ سبزی بهش نشون بدیم. افراسیاب رفت، پیران برزو رو حرکت داد تا برس پای تخت. افراسیاب گفت 7 طاق و نصرت رنگ و با رنگ برا برزو بستن. اینطوری صف بستن کی؟ افسران ارشد، رده بالا پایین، کوچه پست، بلندی، زن و مرد، جمعیت گرفته. تمام این افسران ارشد اینطوری وایستادن. برزو از اسب یاده شد، افراسیابم اومد نزدیک، برزو رو بغل گرفت، دارن میبرنش از زیر پیلبند ردش کنن ببرنش تو امارت. یه وقت یه چیزی خورد اینجا، یه برزو، یه گل. برزو سر بلند کرد، چشمش افتاد به دختر گرسیوز، تیگر عشق این دختر خورد اما نمیدونه کیه. هم اون عاشق برزو شد، هم برزو تیگر عشق اون دختر خورد. برزو رو آوردن تو امارت، دستور امپراتور بزم چیده شد راه افتاد.